خب اگر آماده هستین برای کلام خداوند همین حالت باقی بمانید. امروز از اشعیا باب 48 آیات 12 تا انتهای باب رو برای شما قرائت خواهم کرد. کلام خداوند در ارتباط با آزادی اسرائیل میگه، اعلام میکنه ای یعقوب و ای دعوت شده من اسرائیل، بشنو، من هستم، من او هستم، من اول هستم و آخر هستم. به تحقیق در دست من بنیاد زمین نهاده شد، دست راست من آسمانها را گسترانید. وقتی که آنها را میخوانم با هم برقرار میباشد. پس همگی شما جمع شده بشنوید، کیست از ایشان که اینها را اخبار کرده باشد؟ خداوند او را دوست می‌دارد، پس مسرت خود را بر بابل به جای خواهد آورد و بازوی او بر کلدانیان فرود خواهد آمد. من تکلم نمودم، من او را خواندم، او را آوردم تا راه خود را کامران سازد. به من نزدیک شده این را بشنوید، از ابتدا در خفا تکلم ننمودم و از زمانی که این واقع شد من در آنجا هستم و الان خداوند یهوه مرا روح خود فرستاده. خداوند که ولی تو و قدوس اسرائیل است چنین میگوید: من یهوه خدای تو هستم و تو را تعلیم میدهم تا تو سود بری و تو را به راهی که باید بروی هدایت مینمایم. کاش که به اوامر من گوش میدادی، آن که صلح به مانند نهر و عدالت تو به مانند امواج در دریا می بود. آنگاه ذریت تو مثل ریگ و ثمره صلح تو مانند ذرات آن می بود و نام او از حضور من منقطع و هلاک نمی گردید. از بابل بیرون شده، از میان کلدانیان بگریزید، این را به آواز ترنم اخبار و اعلام نمایید، آن را در اقصای زمین شایع ساخته بگویید: خداوند بنده خود یعقوب را فدیه داد و تشنه نخواهد شد، اگرچه ایشان را در ویرانه ها رهبری نماید. زیرا که آب از صخره بر ایشان جاری خواهد ساخت، صخره خواهد شکافت و آب بجوشد. خداوند میگوید که برای شریران صلح نخواهد بود. آمین. خداوند خدای قادر مطلق، پدر سرمدی، شاه شاهان، شکرگزار تو هستیم و ممنونیم از این که تو این اجازه دادی دوباره در حضور تو کنار هم دیگه پرستش رو آغاز بکنیم. خداوند ممنونیم ازت، سپاسگزاریم از حضورت و برکت میخوایم برای این مکان، برای عزیزانی که با ما هستن و برای عزیزانی که به صورت آنلاین ما رو میبینن. این جلسه رو تقدیس بکن. این ایام نکویی است، ما رو در شادمانی رهبری کن. در نام عیسی مسیح آمین. بفرمایید لطفاً. ممنونم از این که بعد از مدت‌ها این اجازه به ما داده شد که دور هم جمع بشیم. ببخشید اگر با تأخیر شروع کردیم، هم مسیر رو بلد نبودیم بعضیا، همین که خب طول کشید تا اینجا رو بتونیم آماده بکنیم. اما از هفته دیگه به امید خدا همه چیز درست خواهد شد. اول از هر چیزی ممنونم از کلیساهایی که ما رو حمایت کردن این ایام، خدمت‌هایی که همراه ما بودن، بچه‌هایی که کنارمون موندن، به غیر از شماهایی که اینجایین، بچه‌هایی که در ترکیه بودن، در جاهای مختلف بودن، با ما همراه شدن، مثل امیر جودی، مثل نینا ایزدی این ایام با ما همراهی کردن، مثل برادرم مانی محمدی که کنار ما ایستاد، خوشحالی کرد، انجمن کتاب مقدس و بقیه. و ضمناً مرسی از غیرت شماها تک تکتون، دیوید، آریا، سموئل، فرشید، همون پدرام، فریبا و خانواده و بقیه. بچه خیلی از کلیسای TICF ممنونم. برادر عزیزم بارت که بدون هیچ چشم داشتی در 2 جلسه با ما برای ازدواج همراهی کرد، با تعمید همراه ما بود، چه در داخل آب در دریاچه، چه در داخل آب در استخر. این مکانی که الان داریم اصلا دیگه تعارف نکنین، همیشه آب گرم موجوده، استخرمون فعال. هر کسی که تعمید نداره به قلبش هست، این تعمید رو میتونه اینجا در نام عیسی خداوند، پدر، پسر، روح القدس
بگیره. از انتهای این ماه آغاز میکنیم مراسم عشای ربانیمون رو به حمد و فیض خداوند. منتظرم که تجهیزاتش برسه، ظرف‌ها و غیره، و هر هفته به امید خدا مراسم عشا رو از ماه آینده ژانویه خواهیم داشت. مراسمی که برای ژانویه در نظر گرفتیم، برای تولد عیسی مسیح در نظر گرفتیم، اعلام خواهیم کرد و همراه با هم خواهیم بود که ایام خوبی رو داشته باشیم. من که خودم خیلی دلتنگ بودم، ولی خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد. باز دور هم جمع شدیم. خب اگه اجازه بدین اولین موعظه که اینجا برقرار میشه در رابطه با صلح باشه. ایام تولد عیسی مسیحه و طبق رسم و سنت کلیسا امروز دومین هفته از ایام ورود یا فصل حضور خداوند. فصل حضور یا ایام ورود یعنی چی؟ ادونت از واژه ادونتو به زبان یونانی میاد، به معنی متولد شدن، جسم پوشیدن، وارد شدن، به منزلی رسیدن هست. و در این ایام ما 4 هفته به پیشواز عیسی مسیح میریم. از هفته گذشته این فصل آغاز شده و این فصل با آغاز تقویم کلیسایی شروع میشه. تقویم کلیسایی که مثل تمام تقویم های ما 4 فصل داره. فصلی که از ورود و تجسم آغاز میشه، بعد به خدمت، مصلوب شدن و رستاخیز و صعود عیسی ختم میشه. این هفته آغاز هفته دوم از امروز استارت میخوره، هفته‌ای که به نام صلح، پیس معروفه. و امروز به خاطر همین در رابطه با شاهزاده صلح صحبت میکنیم. ما روزهای جنگی رو پشت سر گذاشتیم، روزهای درگیری رو پشت سر گذاشتیم. اونایی که همسن سال منن، تو که یادت نمیه، ولی اونایی که همسن سال منن تو ایران جنگ رو هم تجربه کردیم، پناهگاه رو تجربه کردیم، تروماهاش رو تجربه کردیم، با خودمون آوردیم. تا یه موشک صداش میومد آژیر قرمز میشد، میدویدیم میرفتیم تو زیرزمین‌ها و جاهای مختلف. امیرم یادش نمیاد، اصلا یادش نمیاد. فرشید که اصلا موقع بچه بوده. من اما زمانی که ایمان آوردیم یادتونه چند تا سرود همیشه هست که ما رو یادآور میشه به یک سری از جریان‌ها و شریان‌های آب روان. خواهرم اوژنه، برادرم ژیلبرت میخونن آبی روان ساز در بیابان قلبم. وحید هم اینو میخونه، ولی سرود مال اون چیزی که یادم مال ژیلبرته. اما چرا مهرت را روانساز از تو سیراب گردم؟ چرا این آرامشه مثل یه رود، مثل یه نهر، مثل یه رودخونه است؟ تا الان فکر کردین چرا نمیگه دریاچه؟ یه حوض عمیقی، استخری، نه فقط برای شعرش. چرا نمیگه اقیانوس؟ چرا نمیگه دریا؟ رود وقتی که جریان پیدا میکنه میشوره. میشوره میبره. کسیفی‌ها رو میبره. خب یه سرود دیگه هم هست که فریبا خیلی دوست داره. چی بود؟ تسلیم آمد مثل باران بهاری. ما آرامش کامل خدا رو مثل یه رود با شکوه، مثل جاری شدن یک باران نگاه میکنیم که جاری میشه و بعدش هم میرسه به عمقا، دلهای با یهوه که پر از برکت. اما چرا اونهایی که ترانه چه به فارسی چه به انگلیسی برای پرستش آماده میکنن، تو یه سطح دیگه‌ای نگاه میکنن که این مطلب و این موضوع صدای اضافه میکنه، این مطلب و این موضوع رو به نهر، به رودخونه تعریف میکنن. تو آیاتی که خوندم تو باب 48 از اشعیا آیه 18 میگه آنگاه صلح تو مانند رودخانه خواهد بود و عدالت تو به مانند امواج دریا. در اشعیا باب 66 آیه 12 میگه اینک من صلح را در اورشلیم مانند نهر جاری میکنم. اشعیا باب 66 آیه 22. فرشید میتونی توی بعضی از آیه‌ها کمکم کنی برای خوندن؟
چرا که نه، حالا بعد بهت میگم. بعدی اشعیا باب 26 آیه 3 هست. باید گوشی تو پیدا کنی. کتاب اگه میخوای کتاب اینجاست. اشعیا باب 26 آیه 3 به من و تو اعلام میکنه که در یهوه ثابت قدم ماندیم. شما در آرامش کامل نگه داشته میشین، چون ذهن خداوند روی شماست و شمایید که به خداوند اعتماد کردید. اما یه سوال، چرا کتاب مقدس صلح رو با رودخونه مقایسه میکنه؟ تا الان بهش فکر کردیم؟ اشعیا 26 آیه 3 سوم. دل ثابت را در صلح کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل دارد. دل من و شما با عیسی مسیح با یهوه باقی میمونه، چون بر او توکل کردیم. حالا سوال دوباره، واقعیت صلح چیه؟ صلح یعنی چی؟ امنیت، آرامش، تموم شدن جنگ، با هم بودن. افشین راهنمایی کن. بفرم. صلح چیه؟ توافق دو طرفه، مهر و آشتی و بله برون و اگه بریم سراغ دیکشنری، اگه بریم سراغ فرهنگ لغت، گزینه‌هایی که شما میگین کاملا درست. اما کتاب مقدس چه تعریفی از صلح داره؟ پس باید سراغش بریم. آیاتی که این کلمه درش به کار رفته رو باید پیدا بکنیم و بپرسیم این صلح یا آرامی چیه؟ بهش فکر کنیم. تثنیه باب 20 آیه 10 رو برای من میخونی فرشید؟ تثنیه در جزء 5 کتاب اول در توراه که اعلام میکنه، یکی از اولین جاهایی که راجع به صلح صحبت میکنه، صلح یا آرامی. باب 20 آیه 10. چون به شهری نزدیک آیی و با آن جنگ نمایی، آن را برای صلح ندا بکن. آمین. پس صلح یه بخشیش برای همونجوری که دیوید گفت برای مقابله با جنگه. اگر بیایم کلمه پیس رو در انگلیسی نگاه بکنیم، یکی از واژه‌ها به غیر از صلح آرامیه، یعنی به آرامش فراخوندنه و صلح جایگزین جنگه. جامعه همینطور میگه برای هر چیز فصلی، برای هر زمانی امری در آسمانه. زمانی برای گریه، زمانی برای خنده، زمانی برای دوست داشتن، زمانی برای نفرت، زمانی برای جنگ، زمانی برای صلح. برای دوست داشتن هم زمانی مشخص کرده. تعریفی که تاکنون از واقعیت صلح وجود داره یعنی مردم از تعارض به همدیگه اجتناب بکنن، خودداری بکنن. این اولین قدمه. رابطه بین جنگ، درگیری و آرامی. امروز جنگ‌های زیادی رو داریم اطراف خودمون می‌بینیم. روسیه، اوکراین، حماس، اسرائیل، جنگ‌های داخلی خیلی از کشورها، طلب آزادی در کشور خودمون ایران. حالا یه قدم جلوتر بریم. مرقس باب 4 آیات 37 الی 39. میخوایم بریم سراغ صلحی که با طبیعت ما میطلبیم. باب 4 انجیل مرقس آیات 37 الی 39.
داستان چیه؟ داستان طوفانیه که شاگردان بر روی قایقی که درش سوار بودن باهاش مواجه میشه. در عهد جدید که از انجیل مرقس صحبت میکنه میگه طوفان سختی شد. در این طوفان مشخصاً امواج به سمت قایق حرکت میکردن. قایق از آب داشت پر میشد و شرایط چیه؟ عیسی مسیح همراه با شاگردانش بود. خواب بود که ناگاه طوفانی عظیم از باد پدید آمد و امواج بر کشتی میخورد به قسمی که برمیگشت. آیه و او در مؤخر کشتی بر بالشی خفته بود. پس او را بیدار کرده گفتند ای استاد، آیا تو را باکی نیست که هلاک شویم؟ در ساعت او برخاسته باد را نهیب داد و به دریا گفت ساکن شو و خاموش باش، که باد ساکن شده، آرامی کامل پدید آمد. آمین. عیسی مسیح در آرامش عقب اون قایقه کشتی یه بالش هم زیر سرش گذاشته خوابه. استاد نمی ترسی؟ پاشو یه چیزی بهش بگو. عیسی مسیح به دریا میگه که آروم باش، آروم باش. در کلام یونانیش حتی اگر بخونین، حالا توی بعضی از ترجمه‌های انگلیسی هم میبینین، فکر میکنم نسخه KJV از واژه سلام، شالوم، حتی سلامتی باد، مثل سلام کردن استفاده کرده. صلحی که با طبیعت اتفاق میفته. آرامی بر تو باشد، صلح بر تو باشه، آروم بگیر. باد قطع میشه. صلح بین نیروهای طبیعی و انسان. باد و امواج نزدیک بود شاگردا رو بکشه. عیسی گفت آروم بگیر. کشمکش بین طبیعت و انسان تموم شد. یه ذره پس حالا تعریف گسترده تر شد. نه فقط این صلح بین آدم ها، بلکه به معنی رو به رشدش رابطه ما با طبیعت رو هم در بر میگیره. یه مثال دیگه، لاویان 26:6 میگه من در زمین سلامتی خواهم بود و تو عمر دراز خواهی داشت و کسی تو را ترسان نخواهد کرد. جانوران مضر از زمین بیرون خواهند رفت، مارها و شیرها و خرس‌هایی که بچه‌های شما را در شب میکشند. صلح کامل میشه، یعنی رهایی از تضاد بین انسان و طبیعت. هرچه درگیری ناشی از باد، زلزله، امواج، جونورا و غیره باشه از بین میره. سیل، قحطی، سرطان، بیماری قلبی، زاتوریه، دیابت، آلزایمر. معنی صلح کاملترین تعریف در کتاب مقدس یعنی آزادی از بین تمام تضادها، چه طبیعت چه بین انسان. اشعیا آینده ما رو وقتی که کار نجات خدا کامل میشه توصیف میکنه. در باب 55 اشعیا آیات 12 تا 13 این صلح و آرامی رو تعریف میکنه و امروز در فصل حضور، در فصل ورود، در این ادونت روز صلح، روز آرامی تعریف شده. زیرا که شما با شادمانی بیرون خواهید رفت و با صلح هدایت خواهید شد. کوهها و تلها در حضور شما به شادی ترنم خواهند نمود و جمیع درختان صحرا دستک خواهند زد. به جای درخت خار صنوبر و به جای خس آس خواهد روید و برای خداوند اسم و آیت جاودانی که منقطع نشود خواهد بود. میگه جایی خواهد رسید که حیوانات دیگه به شما آزاری نمیرسونن. اشعیا 65 آیه 25 میگه شیرها مثل گاو کاه میخورن، مارها از خاک تغذیه میکنن. تمام این حیوانات و جانداران نمیتونن به من آسیبی برسونن. چرا؟ برای اینکه زمان نجات فرا رسیده. وقتی که صلح،
آرامی به حد کاملش برسه، اون گونه که کتاب مقدس تعریف میکنه، دیگه تضادی بین انسان و انسان، نیروهای طبیعی و انسان وجود نداره. اما یه بخش دیگه هم هست، چیزی که من شاید خیلی وقتا نیاز دارم. همه ما وقتی دنبال هدف در زندگیمون میگردیم، اینه که میگم همه اونهایی که به سن بلوغ و تکامل رسیدن، یک تفکری دارن، زندگی رو تجربه کردن، دنبال چی میگردن تو زندگیشون؟ آرامش، صلح درون. حالا فکر کنین وضعیت صلح تو همه دنیا ساکن شده، هیچ بلایای طبیعی، هیچ مشکلی، بارونی، سیلی، زلزله‌ای هم نیست، مریضی هم نیست، اما این اضطرابه، این آرامش فکره سخته. آخرین باری که اضطراب رو تجربه کردین کی بوده؟ همین الان. اما پدرام کی استرس گرفتی؟ آخرین بار نمیتونه. نه نمیخواد. خب اما بالاخره سراغ آدم میاد. آره هممون دوست داریم که این استرس نباشه، این استرابه نباشه. ذهن و قلب ما تو اون استرابه با هم میره تو تضاد، دنبال یه کشمکش درونیه، انگار تو دل و رودمون دارن رخ میشورن. یکی از بیماری نگرانه، یکی از بیپولی نگرانه، یکی نگران بچهشه، یکی نگران اقامتشه، یکی فکر میکنه کسی دوستش نداره. یه چیزی در من اشتباهه انگار. وقتی سرم رو بالش میذارم میدونم که یه چیزی تو اون صلح درونی برام تعریف نشده. نگران آینده‌ام، اقامتم، رشد بچه‌م، دعوا و جنگ با زنم، کارم، پول در آوردنم، اجاره خونم. این صلح تو این تعریف برای ما در کلام کتاب مقدس اعلام شده. در انجیل یوحنا باب 14 عیسی مسیح میگه سلامتی را برای شما میذارم، آرامش رو به تو میدم، نه اونطور که دنیا میده. من به شما اعلام میکنم دل شما مضطرب نگردد، ترسان نباشید. اما چقدر این آرامش برای ما درونیه؟ فیلیپیان باب 4 آیات 6 و 7. ازت ممنونم ساموئل. 6 و 7. برای هیچ چیز اندیشه نکنید، بلکه در هر چیز با صلات و دعا با شکرگزاری مسئولیات خود را به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهن‌های شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. از ترجمه قدیم خوند فرشید برای ما و یه واژه‌ای رو گفت، سلامتی خدا. حالا ترجمه های دیگر نگاه کنیم، مژده رو ببینیم، 1009 رو ببینیم، ترجمه تفسیری رو ببینیم، صلح، آرامی. این سلامتی از کی اومد؟ از خدا، از یهوه. یه عبارت گرانبها هم این تو داره، فراتر از همه درک. صلح خدا، آرامی خدا که از هر درکی فراتره. این به این معناست که با درک من نمیخونه. نشون میده صلح درون مثل همون صلح با طبیعته. همون جایی که نهیب زد عیسی مسیح، آقا آروم بگیر بابا، گرفتیم خوابیدیم دیگه. چون روح من غیر منطقی داره عذاب میکشه. حملات عصبی، الان که مد شده پنیک میشم من. حملات عصبی، افکاری که تو ذهنت انگار داره با همدیگه مسابقه میده. الان چیکار کنم؟ ناامیدی ها،
آقا این کشوره که دیگه اصلا به درد نمیخوره، اینجا که دیگه آینده ای نداره، اینجا که دیگه شرایط من که دیگه آفتاب لب بومم. جنگ اعصابه. اصلا من دیگه کی میخوام ازدواج کنم، کی قراره بچه دار بشم؟ به زودی. سامون خبریه؟ تنها با اصلاح مسائل درونی این مشکل من و تو حل نمیشه. من و تو نمیتونیم از ذهنمون درست استفاده کنیم، نمیتونیم محاسبه بکنیم، مشخص بکنیم که یک دلیل خوب برای آرامش، صلح، سلامتی خداوند پیدا کنیم. پولس یه چیز جالب میگه برای هیچ چیز نگران نباشم. خیلی راحته. یه مثالی رو دیشب داشتم با یه عزیز صحبت میکردم، خیلی نگران، مشوش، پر از استرس بود، حتی یه جاهای بغض میکرد. هیچ کدومتونم نمیشناسینش، از اینجا نبود، از اروپا هم نبود. ساعت نزدیک 2:30 شب بود. بهش برگشتم یه چیزی گفتم یادت میاد پتروسو؟ پولس هیچی. گفتم یادت میاد پتروسو؟ یعقوب و روز قبلش برادر عیسی مسیح رو تو اعمال برید بخونید، برادر عیسی مسیح رو با شمشیر کشته بودن، از وسط به 2 نیم کرده بودن. منتظر بود فردا اعدامش کنن. شرایط چیه؟ تو زندان نشسته، یکی چپ یکی راست، زنجیر به دست و پاش، خوابه. از این دوستم میپرسیدم، گفتم آقا تو 2 ماه و اندیه گذشته که این فشار، این مشکل توی زندگیت اومده، چند شب راحت خوابیدی؟ ببین جوریه که هر روز که به من زنگ میزنه میگه امروز روز 72مه، امروز روز 73مه، در این حد تو فشاره. یعنی روز شمار، ثانیه شمار داره برای خودش. یه عزیز دیگه یه هفته پیش یه مشکلی براش ایجاد شده بود. وقتی که این مشکل حل شد، با هم به صلح رسیدن، گفت من بعد 67 ساعت بخوابم. دقیقاً متن پیامش. حالا پتروس چی خوابه؟ چه آرامشیه. بعدش بیدار میشه، فرشته خداوند میبینه، حتی نمیدونه که این فرشته خداونده، فقط گوش میکنه، دنبالش میره. اولین کاری هم که میکنه، فکر کنم 3-4 هفته پیشم راجع به این موضوع صحبت کردم، یا اینجا یه جای دیگه یادم نمیاد دیگه، ما پامنبری زیاد داریم. ولی بعدش اولین جایی که میره خونه ایماندارایی که براش دعا کردن و اونا هم باور نمیکنن. آقا ببین چه آرامشی میتونه باشه، چه فردی، چه خانوادگی، چه تو همسایگی، چه تو شهر، چه تو ملت، چه تو جهان، چه اخبار ایران. آزادی از تضاد بین انسان و طبیعت، بیماری، فاجعه، مرگ، همه اینها اتفاق میفته زمانی که من و تو سلامتی خداوند رو نتونیم تشخیص بدیم. کار خدا خیلی عجیبه. یه واژه‌ای رو استفاده کرد دیوید، شما هم بارها شنیدین، شالوم. شالوم. اگر به یک اسرائیلی، به یک عبری زبان، به یک یهودی بگی شالوم، شالوم علیکم، عین سلام و سلام علیکم من و شماست. به معنی بهزیستی، سلامت بودن، رفاه. خیلی از مردم از صلح تعریف میکنن، اما تو این آیات نمیگردن. ارمیا باب 29 آیه 11. کتاب ارمیا، نبی که همیشه شاکیه، گریه داره، شرایط خوبی در عصرش نیست. ارمیا 29 11. تنها من هستم که از سرنوشتی که برای شما تعیین کردم آگاهم. سرنوشتی که برای شما رفاه، سعادت می‌آورد، نه مصیبت، تا اینکه آینده امیدبخشی را به شما عطا کند. آمین. این از ترجمه مژده خون. ترجمه قدیم هم برای من بخون، پرشن اولد ورژن.
زیرا خداوند میگوید فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی میباشد و نه بدی، تا شما را در آخرت امید بخشم. آمین. اولی رفاه، دومی سلامتیه. واژه عبریش شالومه. من این صلح رو براتون میخوام، این سلامتی رو، این آرامی رو براتون میخوام. با این تعریف حال من خوبه. هیچ جایی نمیتونم بگم این رفاه رو نمیطلبم. حق دیگه، کلام خداونده. میگه اون فکری که من برات دارم دنبال رفاهه. بعضی از عزیزان، بعضی از دوستان من راجع به ساده زیستی، راجع به قناعت بیش از حد، راجع به مسائل شبیه این صحبت میکنن، اما کلام خداوند میگه این رفاه رو من برای شما میخوام. بذاریم واضح بگم، تفاوتی بین اون صلح، آرامی، رفاه، آرامش درونی تا زمانی که کلام خدا تو زندگیم جاری نباشه و از خدا نطلبم همیشه دیده میشه. این همه درگیری‌های انسان طبیعی و روانی از کجا میاد؟ همه چی خرابه. چرا همه چی خرابه؟ چجوری با این تعارضات بین دنیا و ما که ایمان داریم برخورد بکنیم تا وقتی که تعارض با خدا برطرف نشه تو دنیای مشکل باقی میمونه؟ یک تضاد مرگباری بین انسان و انسانه. تو لول فردی من با بچم درگیرم، با زنم درگیرم، زنم با شوهرش درگیره، شوهره با برادره درگیره. تو خانواده، تو فرهنگ، درگیری هایی که تو سطح اجتماع میبینیم، مرگ، بلاهای طبیعی، بیماری ها، یه روزی کرونا، یه روزی چه می‌دونم این جدیده، یه روزی سکته به امید خدا. اینا واقعیته. تا تعارض با خدا برطرف نشه تو دنیا هست. برگردیم تو پیدایش باب 3. آدم و حوا از رضایت داشتن در حضور خدا در ندانستن نیک و بد سر باز زدن و با حکمتشون راه افتادن. تعارض با خدا رو به جای صلح، آرامی، رفاه ترجیح دادن. مگه شرایط همین نبود؟ آقا خیلی وقتا برمیگردیم میگیم آقا این یه باغ سیبو فکر کنم کنده اینجوری داره بلا سر ما میاد. یا چه کاری بود کردی آدم؟ چه گولی بود خوردی حوا؟ دستت قلم میشد ما زندگی ما داریم. اونا انتخاب کردن همه چی خراب بشه. درگیری با خدا همه چی رو خراب کرد. تو همه جا، چه در داخل چه در بیرون، این تضاد به مراحل حتی فروپاشی رسید. رابطه اونها با روح خودشون و روح خدا خراب شد. اولین چیزی که این تضاد رو نشون داد چی بود؟ با برگ انجیر خودشون پوشوندن. حالا خدا رو شکر یعنی رسپی دلمه نیومده بود. خودشونو با برگ پوشوندن، سعی کردن درست رفتار کنن. این همون کاریه که من و تو هم وقتی که تو یک مشکلی افتادیم، وقتی داوود زنایی انجام داد، سعی کرد با روش غلط از اون اتفاق دور بشه. خدا ازشون چی میپرسه؟ کجا فهمیدی که لختی؟ این چه وضعیه؟ سوال عجیبی نیست، چون با اون رفاه داستان تضاد داره. آقا وقتی تو خونت راحت داری میگردی، چجوری میگردی؟ با یه لباس شاید خیلی نامرتب، موی آشفته، شاید بعضیا با شلوارک، با لباس زیر بچرخن. اما زمانی که یه مهمون میاد، هر چقدر عزیز، اون رفاهه برات، اون آزادیه برات محدود میشه دیگه. آدم و حوا رابطهشون با خدا قطع شد تو مرحله اول، با همدیگه هم قطع شد. سریع هم نه، درگیری‌های بین مرد و زن سریع ولی شروع شد.
از درختی که خدا ازش پرسید آیا از درختی که بهت گفتم خوردی؟ شروع کردن گردن همدیگه انداختن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ قائن و هابیل. و خدا اعلام میکنه که رابطهشون با طبیعت هم قطع میشه. درباره تو درد رو چند برابر میکنم، زمین به خاطر تو ملعون باد. با درد، با کار، با زحمت نون بخور. همه چیز شکست، با خدا، با هم، با طبیعت. و درگیری با خدا شروع شد. همانطور که گناه به وسیله یک انسان وارد جهان شد، به وسیله او مرگ سرنوشت ما شد. مرگ به همه، گناه به همه سرایت کرد و مرگ شد آخرین درگیری انسان. کدوماتون از مرگ میترسین؟ هنوز بعد از ایمان؟ خیلی هنوز میترسن. ایماندارایی رو میشناسم که هنوز از مرگ مواجه شدن با این ترس براشون آسون نیست. بزرگترین مشکل پیش روی جهان تو این حوزه شاید عدم دونستن بعد از اینه. من و توی ایماندار رو با دل قرص اعلام میکنیم که حیات ابدی داریم. اما چند روز پیش خیلی دردناک بود برای من. یه مصاحبه ای رو داشتم میدیدم در یکی از این شبکه‌های اجتماعی از یه دختری در ایران. میپرسید که اگه الان یه آرزو داشته باشی چیه؟ گفت بمیرم. من اصلا یعنی برام من اول فکر کردم یه شوخی. گفت خب چرا؟ یه آرزو. گفت راحت میشم. هر انسانی که در تضاد با خدا تحت خشم باشه، بعضی از ما حتی نمیتونیم اون خشم رو پنهان بکنیم حتی با اینکه ایمان داریم. اون افرادی که نسبت به این روشنی در تاریکی ایستادن و اون خشم عادلانه خدا رو جایگزین خشم درونی خودشون برای جنگیدن با دنیا کردن. آره. یا انقدر به سمت پوچی میرن که اون مرگه رو میطلبن، یا اینکه انقدر به این دنیا چسبیدن که از مرگ میترسن. وقتی پولس رسول میگه تمام زندگی من با مسیح مصلوب شد، من دنیا رو بر صلیب کردم. ما راه خودمون رو ترجیح نباید بدیم. این راه خداونده. اون چیزی که خدا راضی باشه اتفاق میفته. و آیه انتهایی باب 48 اشعیا آیه 22 میگه برای شریران صلح وجود ندارد. این ماییم. امروز کریسمسه، حالا ما اینجا هنوز درخت نداریم. امروز ادونته، روز صلحه. آیا اون صلح رو تو درونت احساس میکنی؟ اون آرامش رو داری؟ دیروز یه عزیزی راجع به یه موضوع از من میپرسید، میگه تو ازش نمیترسی؟ احساسمون نه. نمیخوام بگم من خیلی آدم آروم و بیخیالیم، نه. این مطمئنم طبق وعده کلام خدا آن رنجی که ما اینجا در روی زمین میکشیم نسبت به آرامی، صلح، رفاهی که خدا برای ما در نظر گرفته اصلاً قابل قیاس نیست. یعنی یه جوریه تا الان شدین که یه آمپول بزنیم، بچه که بودیم هر کدوم وقتی میرفتیم آمپول میزدیم آخر سر یه کادویی، شکلاتی، چیزی میدادن. انقدر از اون خوشمون میومد که اون درده یادمون میرفت. این هم دقیقا همونه. برای ما فرزندی به دنیا آمد، پسری به ما داده شد، حکومت، پادشاهی بر دوششه. نام او شگفت‌انگیزه و مشاور ماست، تواناست، پدر جاودانی و سرمدی است، شاهزاده صلح خوانده میشه. اشعیا باب 9 آیه 6. فرشته‌ای
با گروهی لشکر از آسمون اومد، خدا رو ستایش کرد و گفت جلال خداوند در اعلیین و سلامتی در زمین باد در میان کسانی که از او راضی اند. اومد که درست کنه زندگی من و تو رو. اشعیا زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. این شاهزاده صلح و سلامتی ماست. عیسی در انتهای خدمتش به اورشلیم اومد و گریه کرد. گفت کاش تو نیز در این روز از چیزهایی که باعثش صلح میشد اطلاع داشتی، اما از چشمت پنهان. عیسی شرط صلح رو آورد، به همین دلیل مصلوب شد. عیسی اومد تا این آرامی رو بیاره. عیسی اومد تا این برابری و رفاه رو برسونه. او شاهزاده صلحه. این کارا رو کرد تا همه نجات کامل بشه. 700 سال قبل از این کریسمس خدا به اشعیا الهام کرد که به ما بگه چجوری اینا انجام بدیم. تو اشعیا 53 میبینیم، تو متی میبینیم، لوقا میبینیم، یوحنا میبینیم، اول پتروس میبینیم، رومیان میبینیم. پس متی و لوقا و یوحنا و پتروس و پولس همشون از اشعیا دارن نقل میکنن. عهد جدید تا اونجا پیش میره که فعل مربوط به عیسی که یک پیشگویی بوده با جزئیات اعلام میکنه. اشعیا باب 53 از آیه 4 تا انتهای آیه 9 رو برای ما بخون. اشعیا باب 53 4 الی 9. اما او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مظلوم و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب صلح ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده‌اش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید و قبر او را با شهیدان تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود. آمین. 24 تا فعل من شمردم در این آیات از 4 تا 9. یه چیزی رو دقت کردین؟ الان دارم میگم، دوباره تکرار میکنم. اشعیا 700 سال پیش از میلاد مسیح، اولین کریسمس، این آیات رو از جانب خداوند بهش الهام میشه و نگارش میکنه. به یه چیزی دقت کردین؟ فعل مال چه زمانی بود؟ تمام شد. یعنی غمهای ما رو متحمل شده، بارهامون رو به دوش میکشه و همراه ماست. 5 عمل حیاتی، هیچ خشونتی انجام نداد، بدون گناه زندگی کرد، فریبکاری تو دهنش نبود، رنجها به خاطر خودش نبود، رنج کشید، مضروب شد، مصیبت کشید، سوراخ شد، له شد، تنبیه شد، آب دهان برش انداختن. خدا جایگزین خدا شد تا عذاب رو تحمل کنه و من گناهکار صلح کنه. خیلی قشنگه. 24 فعل منفی ما بین خدا و انسان گناهکار
با این روش صلح رو میبینیم پدید اومده. نحوه انجامش چیه؟ این کار خدا و پسرش برای رفع تعارض بین انسان و اوست. تمام. اگه نوعیمانیم یادمون باشه این مرکز جایی که باید خدا درش ساکن بشه. نه فقط اینجا. یه گروهی هستن به نام یه پروژه‌ای دارن به نام سالت یا نمک. این گروه وقتی که شما رو مورد سنجش قرار میدن اعلام میکنه سر، دست و قلب. این 3 مقطع رو میسنجن. اما جایی که خدا ازش خبر داره، تو ازش خبر داری و دیگری نمیدونه، افکاری که در دلت، این بی‌عدالتی رو خدا از ما برمی‌داره. نتیجه این عمل باشکوه صلحه. صلح با کی؟ اول با خدا. ما به حریم و حیطه خداوند تعرض کردیم. ما ظلمی رو علیه خدا انجام دادیم. ما راه خودمون رو رفتیم. این جوهر مسیحیته که خدا با قرار دادن خودش پسرش در این ارتباط ما رو از عدالت خودش و خشم خودش نجات میده. صلح خدا ساخته ای رو ما تجربه میکنیم. برای لذت بردن از این آرامش، از این صلح، برای کسب کردن این رفاه چی کار باید بکنیم؟ رومیان 5:1. و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. امیدم رو ثابت نگه می‌دارم. ادامه بده. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم. به وساطت خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او دخول نیز یافته ایم. به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می‌نماییم. آمین. چقدر فخر میکنم تو عیسی. قراره از 2 هفته آینده با هم اینجا نان رو بشکنیم. قراره از 2 هفته 3 هفته آینده با هم اینجا خون مسیح رو بنوشیم. عشای ربانی رو انجام بدیم. فقط همین؟ شما این کار رو با پذیرش هدیه خداوند انجام میدیم. چقدر با بقیه در صلح هستیم. دیشب متن رو میخوندم. آیا کسی رو داری که باهاش آشتی نکردی؟ آیا احتیاج هست از کسی دلجویی کنی؟ اون وقت میشه که این صلح میرسه. اسلحه ها رو میذارن زمین، زبونا رو یه ذره مهربونتر میکنن، دلا رو یه ذره آرومتر میکنن. فقط دنبال این نخواهیم بود که از بقیه طلب داشته باشیم. صلح مثل رودخونه است. چرا؟ همین رودخونه تفلیس چرا با اینجا فاصله داره؟ خیلیاتون کنارش قدم زدین، خیلیاتون نگاهش کردین، خیلیاتون توش ممکنه ماهی گرفته باشید، خیلی‌ها ممکنه توش قایق سواری کرده باشین. چندین 100 ساله که در جریانه. فقط به حرکت در میاد این رود پیر. آرامش خدا هم ساکن نمیشه. آرامش من و تو هم ثابت نیست. من جالبه که این مطلب رو دیشب داشتم آماده میکردم و در حینش هم حملات تلفنی زیادی داشتم. اما انگار این نوشته من از عقب به سمت جلو داره میاد. این چیزی که برای شما میگم
ما هیچ وقت تو دریای مرده زندگی نمی کنیم. ما هیچ وقت تو برکه زندگی نمی کنیم. آرامش خدا جاریه. من نمیخوام یک کلیسای ساکن باشم. من صلح با خدا رو دوست دارم. من عاشق اون شاهزاده صلح هم که اعلام کردیم. اما صلح من و تو، آرامی من و تو در جریانه. اگر من به عنوان یک مرکز برای پرورش ایمان در ایمانداران ساکن باشم، هی بخوام روی موضوع تکرار بکنم یا فقط یک سری منافع رو بطلبم، اون صلح با خدا عملاً مسخره است. ما میخوایم بر اساس این انجیل، بر اساس این پیغام خوش خداوند، کلامی که از دهانمون صادر میشه، با همسرامون، با همدیگه، همسایه ها، جهان، با حقیقت، با روح خداوند در صلح باشیم. این هدیه‌ایه که خدا برامون گذاشته. کامل بشیم، پر بشیم، آرامشمون کامل بشه و این طعم رو به کمال بچشیم. امید که اینجوری بشه. با هم دعا کنیم. خداوند پدر جان، شکرگزار تو هستیم که اجازه میدی در اعماق کلامت عمل کننده و تفکر کننده باشیم، نه تنها خواننده. خداوند شالوم، صلح، سلامتی، رفاه و آرامیت رو به این جمع و به جمیع ایمانداران بریز. خداوند این صلح رو به قلب ما، به زندگی‌های ما، به شهر ما، به محبت ما، به اعصاب و روان ما، به دوستان و همسایگان، حتی دشمنانمون جاری کن. باشه ای خداوند که امروز و هر روز در نام تو برای جلال تو قدم برداریم و باشه آنگونه که میباید قدم هامون ثابت در اراده تو باشه و بماند. در نام عیسی مسیح آمین. لطفاً برخیزیم با هم دعای انتهای جلسمون رو بکنیم. بعد از خودتون پذیرایی بکنین، همراه شما هستیم. این مشارکت رو کامل بکنیم و آماده بشیم پیشنهاداتون رو برای هفته دیگه و هفته‌های دیگه ارائه بدید. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم بهتر و بیشتر کنار همدیگه از آرامشمون لذت ببریم. سرهامون رو خم میکنیم. ای خداوند به حضور تو میایم، ازت میطلبیم که تو ما رو رهنمون کنی. خداوند تو ما رو یاد دادی که در تو دعا کنیم، اراده تو رو، آنچه که در آسمان بر زمین زندگی و افکارمون بطلبیم. ای خداوند باشه که ما دریاچه نباشیم، برکه نباشیم، اقیانوس نباشیم، یک رودخانه باشیم سراسر لبریز از صلح و تو به ما این اجازه رو بدی خداوند که این صلح و آرامی رو در این سرزمین، در این مکان که برای من و تو خانه نامیده شده بیش از پیش گسترش بدیم. خداوند اجازه بده که بجنگیم تا تو فرمان روایی کنی. پس شهامت ما رو زیاد کن، رنج رو تحمل کنیم، درد رو تاب بیاریم، اما تو حمایتت رو، کلامت رو از ما نگیر. خداوندا ما سرباز صلیب تو باشیم، پیرو تو باشیم ای بره بی عیب. خداوندا اجازه بده که از اعلام نامت نه شرمگین که نه بر خودمون ببالیم. گوش هامون رو شنوا کن و اجازه بده که سوالات دیگران رو بشنویم و با آرامی به حضورشون بیایم. برای اختتام، برای شکرگزاری از غلاطیان باب 6 آیات 16 تا 18 رو تقدیمت میکنم ای خداوند تا با ما همراهی بکنی در این هفته‌ای که هفته صلح نامیده میشه، در این ایامی که ایام تولد تو هست ای خداوند. باشه که هر لحظه و هر جا حضور و همراهی تو با ما باشه و بمانه. به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی میکنند، یعنی اسرائیل حقیقی، آرامش و رحمت باشد. دیگر هیچ کس مزاحم ما و ایمانمان نشود، زیرا داغ‌هایی بر بدن دارم که نشان میدهد غلام مسیحم. من غلام مسیح هستم. فیض خداوند، خدای ما، عیسی مسیح با ما، با شما و روح شما باد. آمین.
آمین. ممنونم، متشکر. آقا من همه رو